میخوام یه چیزی بگم، میدونم من فحش میخورم، باز میگن یکی با کروات و کت شلوار نشسته و داره بقیه رو نصیحت میکنه، ولی حقیقت رو باید گفت. یه روزی با یکی از سازنده‌های ثروتمند تهران، ثروتمند نه پولدار، شخصیتی خیلی فرقشونه، داشتیم میرفتیم بازدید یه فایل. ازش خواستم منو یه نصیحت کنه. گفت تا میتونی خودتو بدهکار کن. گفتم با بدهکاری که فقط خودم رو گرفتار کردم. گفت بدهکاری تا جایی که خریت نباشه. گفتم یعنی چی؟ گفت وقتی میخوای بری یه ملکی بخری منتظر نباش تا کل اون پول اون ملکو به دست بیاری. مثلا اگه 1 تومن داری برو یه ملک 3 تومنی بخر، تا بیای پرش کنی خودش شده 5 تومن، اون موقع است که بازی رو بردی. وگرنه پولشو به دست بیاری مسلما دیر شده برای خریدنش، چون اونم رشدشو کرده. میگفت تو بازار وقتی میخوان پسر بچه‌ها رو مرد کنن براشون دست چک میگیرن. میگفت خودتو بدهکار کن تا مجبور شی کار کنی. اون موقع است که این مغز تصمیمات مهمی رو میگیره و مهمتر از اون